پسرم، یه علاقه اینجوری بهش دارم. رفیق رفقات چای از من میشنوی تو زندگی. سلام و درود رفقایی است. به کانال خودتون نیوز حواشی خوش اومدید. در این کانال نیوز حواشی اخبار بروز و جدید رو با شما عزیزان به اشتراکتون بگذاریم تا از آنها با خبر شوید و لذت ببرید. خیلی خوشحال میشم که برای حمایت از اون دکمه لایک، زنگوله را روی آل بذارید و سابسکرایب کنید. محمد رضا شاهی که خواننده رپر محبوب الهه است و به قولی صدایش دارو دارد، چندی پیش خبری اومد که از لیبلش یعنی لیبل اصلی جدا شده و پایان همکاری با جعفری و مهیار بود. رفیق رفقات چاکرم. خواستم یه موضوعی رو بهتون بگم. خب من بعد از این همه سال همکاریم با حمیدرضا جان جعفری دیگه شکل نمیگیره. برای ارتباط با من یه آیدی دیگر رو تو بیو پیجم گذاشتم که اینجا هم تگ می‌کنم. لطف کنید از این طریق با من ارتباط میگیریم و اینکه یه ترک و یه موزیک ویدیو هم بستم که تا آخر این ماه میرسه خدمت. بعد از اینکه شایعه اعلام کرد که مستقل شده و از تیم جدا شده، مهیار به همراه جعفری فیرستانی منتشر کرد که میگویند تیکه هایی به شایعه بود و دیسی به شایعه بود. این اتفاق برای ما مخاطبان اتفاق عجیبی بود. بعد از کلی همکاری موفق شایعه و مهیار، مرده تو من دیگه عشق و رحم و اعتماد، تر و خوش تو آتیشم، من سردم این خاک، تو دلم آدم میمیرن یادم نی فرداش، چرک مغزم حتی باشه دل پاک زنده تر دیو تو من صورت بیرونم، حرفشون میخونم تو روحم تو جونم، زدم و میذارم واسه جر دادن قلبت، چون قلبم و جر دادن بچگی تو خونم، منم و عشق و گریه هات با بغض تو، بچه مظلوم کوچولو شد یه تخس گرگ، مغزم و با کنی توش یه ویترین خشمه، یه خنجر تو کمرم زندگی تو مرده رک، منم و نفرت در جمله یه دوست دارم، بزرگترین دروغ این روزا ممکنه برادر تیر بزنه تو مخت، یا یه شب بریزه یه ها سم تو غذات. بعد از این فیرستار که همونطور که گفته بودم دیس شایعه بود، اینجوری شوک شده بودیم و به طور غیر منتظره‌ای که از شایعه بعید بود، بعد از چند ساعتی فیرستاری عجیبی از شایعه بیرون اومد. جواب نباشی جواب بگه به ندرت بکشم خلوت بیرون، چه گوی ساختم من دیرون، پشیمون شدی من مستیمون، این دل دریا لقبش دم دستیمون، دادا دیگه خستم می رو دست میزنه بهم زیر دستم، لطف معیانه با چشه بستم، بهشون میرسیدم مثل بچم، شما باسکایی دادی من کیو بالا ما رو داد پایین، سنم دار شدیم با هر تاشقالی. همانطور که گفته می شود متاسفانه شایعه و مهیار همگران فرا کردند و پایان همکاری این دو فرد اعلام می شود. کمی که این بحث به جلوتر رفت، از این طرف هم به حمیدرضا جعفری هیت‌هایی از طرفداران به او میدادند و گفتند که آقای جعفری حداقل به حرمت و نون و نمکتون اما فالو نمی‌کرد و جعفری در جواب گفته ما نکردیم، ایشون ما ریموو کرد و همینطور به حمیدرضا جعفری هیت‌هایی داده می‌شود چرا و چه دلیل این کار را کردند و در جواب دیگر به یک مخاطب این حرف را می‌زند و میگوید این گونه شد تا اینکه مهیار یک فیرستاری دیگر هم منتشر کرد. تو راخی کلاه ماسکه دست ما رو کردی که با باطل بری سری خاک و رو من باز ماهی تو بگی که آب بازگل تو دلی که نمونه راست توش
میخواد دریا باشه یا قدر دونه برنج خدا دوخته دهن مردم رازت تو دل من توی گوشه دنج. این وسط هم کوشمون تونست که با شای هم مشکل دارد از آب گلالود ماهی میگیرد و میگوید که از اونجایی که اپیکور هم با جعفری مشکل دارد داخل یک روز به شایه تبریک میگوید و براش خوشحال است. آقا من تبریک میگم به محمد رضا شایه، امیدوارم که بقیه مسیر رو بهتر کنه و خیلی خوشحالم حالا به دلایل خیلی شخصی یه بخشم غیر شخصی که بقیه میدونن بابت این اتفاقی که براش افتاده. امیدوارم بهتر کنه بقیه رو. خب بعد ماجرای شایه و مهیار و جعفری گندم میگوید که شوهرش به او خیانت کرده و چند استوری فیلم که از رابطه و خیانت شوهرش گرفته و در اتهام مدگر مثل همیشه حرفایی از من نامرئی عجیب میشنوی میزند تو زندگی که با خودت حمل میکنی اینه هر جا که تو زندگی هستی هر جا دقیقا باید همونجا باشی بدون که بهترین جاییه که باید توش باشی و بدون که از تمام درد و زجر و سختی که داری میکشی اگه چشاتو وا کنی درس رو بگیری و اعتماد بکنی به کائنات به خدا به هر چی که بهش اعتقاد داری بهترین نتایج از اون تو در میاد. Trust God's plan. The universe works in your favor. I'm telling you bro. I'm telling you. به من تکست میدین ننم اینو گفت بابام اینو گفت دوست پسرم ولم کرد دوست دخترم ول کرد. ول کن. اگه قرار روی رابطه تو زندگیت کار بکنی دارم بهت میگم گوشاتو وا کن. من خون و عرق و هرچی بگی ریختم تا به این نتایج رسیدم. گوش بده اون رابطه یک رابطت با خود دو با کائنات و خداست. دارم بهت میگم تو فکر میکنی میفهمی هیچی نمیفهمی. همه چی هم بفهمی انسانی و ناقص. یه چی دیگه باید کمکت کنه bro. I'm telling you اینم پسره بگم که چیکار کنم با بشاش توش. باید ولت میکرد باید اینقدر this and that I'm telling you. اوکی مثل که متوجه نمیشین بذاریم براتون مثال بزنم. شما یه سگ داری سگا عاشق شکلاتن داری شکلات میخوری میاد بگه شکلات میخواد نمیدی بهش. چرا؟ چون تو میدونی سگ شکلات بخوره میمیره. سگ خیلی ناراحت میشه میگه صاحبم منو دوست نداره میره قصه میخوره. شما سگی کائنات ثابته نمیدی دنبال هی شکلات میگردی. حالا فلان رشته دانشگاه فلان کشور فلان دوست پسر یا دوست دختر ولت کرد فلان شرایط هی گیر دادی آقا من شکلات میخوام. لعنت به تو که به من شکلات نمیدی من ناراحتم. نمیفهمی که تو نمیفهمی چی میخوای. اگه میتونستم اینجوری اینا رو بکنم تو مغزتون